استفاده از نقاب‌های طبی و رعایت فاصله اجتماعی از راه‌های اساسی پیشگیری از پهنشوی بیماری سیریاتی کرونا ویروس کووید 19 محسوب می‌یابد. در همین زمینه از جانب مسئولان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه چرابینی‌های مقصدناک گزارانده می‌شوند. جهت پیشگیری سریعیابی به بیماری کرونا ویروس کووید 19 از جانب مقامات کارهای داخلی شهر دوشنبه در تمام سمت‌ها چرابینی‌های داخلدار و رید و سنجش‌ها راه‌اندازی کرده شده‌اند. از جمله وابسته به پیشگیری حالت‌های از معیار زیاد سوار نمودن مسافران در واسطه‌های نقلیات جمعیتی و خصوصی مسافربر، رعایت طلبات‌های سانیتاری و گیگینی، بی‌ضررگردانی نقلیات مسافرکشان با استفاده از قوه واسطه‌های شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در یکجایی با مسئولین خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه طبق نقشه الهیده در خط سیرهای عمل کننده داخلی شهری چرابینی‌های مقصدناک گذرانیده شد. چنانچه در جریان برگزاری این عملیات‌ها مشاهده گردید، بسیاری از رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافربر به خاطر به دست آوردن مبلغ از معیار مقرر گشته زیاد مسافران گرفته باعث در خطر سریعیابی گذاشتن شهروندان گردیدند. وابسته به حالت‌های مذکور، کارمندان مقامات میلیسیا جهت به تنظیم در آوردن خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی مسافربر در داخل افت-ماشین‌ها با مسافران و رانندگان کارهای فهماندهی را جانب نمودند. ضمن گذراندن چرابینی‌های مذکور از رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافربر و مسافران داخلی آنها رعایت حتمی استفاده برای نقاب‌های طبی و دیگر لوازمات‌های بی‌ضررگردانی، پیشگیری حالت‌های از معیار مقرر گردیده زیاد سوار نمودن مسافران طلب کرده شد. برخی از رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکش برخلاف طلبات ماده 320 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان عمل نموده از مقدار جای نشست زیاد مسافران را سوار میکنند که این میتواند به سریعیابی شهروندان به بیماری کرونا ویروس آورده رساند. وابسته به حالت‌های مذکور تنها دوام یک روز عملیات نسبت 60 نفر رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکش پروتکل‌های مأموری با دسترسی ماده 320 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای از مقدار جای نشست زیاد سوار نمودن مسافران پروتکل‌های مأموری ترتیب داده برای بررسی به مقامات‌های داخلدار ارسال گردیدند. از شماره عمومی قاعده ویرانکنی‌ها 15 دلیل از طرف رانندگان جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی بهروز 15، 8 دلیل از طرف رانندگان جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی کاروان نقلیات خدمترسان، 8 دلیل از طرف رانندگان جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی ساربان 14، 9 دلیل از طرف رانندگان جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی نقلیات گاز، 5 دلیل از طرف رانندگان جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی سیار 1، 7 دلیل از طرف رانندگان جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی محمد جان د، 8 دلیل از طرف رانندگان جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی نقلیات آشکار و نسبتشان چراهای پروفیلاکتیکی اندیشیده شدند. همزمان در جریان برگزاری عملیات مذکور تنها دوام یک روز نسبت 420 نفر مسافرانی که به نقاب محافظتی و از معیار زیاد در اتومبیل‌های مسافربر سوار شده بودند کارهای فهماندهی گذرانیده شد. متاسفانه برخی از مسافران گرچه نقاب داشته باشند هم در داخل نقلیات که شماره زیاد شهروندان حضور دارند استفاده نمیبرند که این احتمال سریعیابی را افزایش میدهد. بر ضمن این مشاهده ها نشان میدهند بعضی از شهروندانی که در ایستگاه‌ها انتظار واسطه‌های نقلیات جمعیتی میباشند از نقاب‌های محافظتی استفاده نمیبرند. علاوه بر این از طرف کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از 100 عدد نقاب‌های محافظتی طبی به نفرانی که نقاب‌های طبی نداشتند تقسیم کرده شدند. در جریان عملیات مذکور سبب رعایت نکردن قاعده و طلبات‌های مسافرکشانی را رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافربر چنین شرح می‌دادند. اکثریت همین نفرایی که در داخل نقلیات شما هستند و از نقاب‌های محافظتی استفاده نمی‌برند. یا بیمار نیست که خودش نقاب نکنه ما چیکار کنیم؟ شما باید در تلویزیون رادیو گفته چه مردم باید خودش کنه بکنه. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جهت پیشگیری از پهنشوی بیماری سریعیابی کرونا ویروس از تمام شهروندان
رانندگان وایستای نقلیات مسافربر و مسافران احترامانه خواهش می‌نماید که هنگام استفاده از وایستای نقلیات مسافربر حتما از نقاب‌های محافظتی طبی استفاده نموده مسافه اجتماعی بین همدیگر را رعایت نمایند. زیرا استفاده برای نقاب‌های محافظتی و رعایت مسافه اجتماعی می‌تواند شما را از سریعت‌شوی به بیماری کرونا ویروس حفظ نماید. خود و سلامتی دیگران را محافظت نمایید.